درود به تمام عزیزانی که الان دارن این ویدیو رو تماشا میکنن. امشب میخوام یه حرکتی بزنم. یه الوایر یخی گرفتم با یک چسب قطره‌ای و یه چسب برق که در ادامه این ویدیو میبینید که این قسمت از داشبورد یعنی دور پنل و دور کیلومتر رو میخوایم الوایر نصب کنیم و ببینیم چه چیزی ازش در میاد. در ادامه ویدیو با ما باشید و ببینید که چیکار کنیم. اصل الوایر خیلی شیک و قشنگه. قشنگ خیزه میدم اینجا چشونه دیگه چسب بریم برای ادامه نوار و اینجای راهو پوست کنیم. سلام بچه ها. مرد زحمتکش اینو بزن پدرت کن. عالیش. بریم برای تست سلام. خودم ریدیم تو کار. اینم از اتمام کار و انجام کار ریسه